Moskva را زن دادی ما اون ندارم. گفت کی بوده که بگی پرتو اگر بوده که نگیری نه پرتوی و ستم. کی باعث اویلا ویرانیتون گردید و در چند سالگی نفسی بود اویلا ویران شدید؟ یعنی شما آدم درویه هستید؟ در این گفتگویتون چی میگید؟ پاسخ شما رو انتظارم میگید؟ فراموش نکردم. تمام. وقتی باور میکنم به این گفته شما که در نواد پدر شما رو بودنم همین پدر شما در کجا هست اینی ها؟ خانه دیگری در. شما انسانی بد هستید؟ من یک بچه غریب توی دارم به پول خدمت میکردی خوب میشد. پسرم 4 ماه هم بود. پدر ترک کرد. شرکتی صاف سودا بخشیده به ماه شریف رمضان 20% تخفیف اعلان میکند. داروهای الهدایه به نمود کپسولا که حتی حبیب نورمگомедов توصیه میدهد پیشنهاد مینمایم که برای نیست کردن کیر و برآوردن ریش و موی سر اگر شما خراب هستید و میخواهید که فربه شوید پس از داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف سودا استفاده برید. داغ‌های سفیدی پوست و خوبتر کردن بینایی چشم کمک میرساند. دستاوکا به همه شهرهای روسیه، سنت پتربورگ و آفیس‌های کلانی شرکت قرار دارند. از نام کانال مهراب پرو نویسونید، زاکاز کنید و تخفیف الهگی را به دست آورید. جان قریب رسیدید؟ این انجام بیام مرحمت داره خوشم نه شما میمون آره السلام علیکم. شما هستید در خونه؟ ما زنگ زدیم نیستید در خونه چی نوبر بشون؟ نه امروز وقتی گفتم چیزی رو برای احساس کردم. برای تو بدم دیر ما خلال نمیرسونیم. نه مرحمت کنم کار میشه و امروز به کار نیم چیزی رو برای من را احساس کردم. این هنر رو از کم گفتید؟ خیلی زندگی هر هنر را می‌آموزی دیگه. یعنی خود آموزی کردید؟ بله من همه کار بهترین هنر است. من باور دارم که اکثریت مردم همین گونه هنرها رو ندارند. بخش نخستین برنامه ما هم اسرار روزگارداری نام دارد. این برنامه در خانه است و ما باید همین هنر ستاره رو نشان بدیم در خانه و چیکار مشغول است. هنوز پیش‌دامن خود را نگیرید. برای بیننده ما یک لحظه نشان دهیم که باور کند چون ساخته می‌تواند. بیاین یک لحظه. کار من بسیار عوضی اینجا شو می‌کردم در کره سوس بستم میشم نشان شما که میمونه این خیلی من این بخش برنامه ما هم همین رو طلب میکند و این هنر رو هر کس ندارد و مخلصان شما باز هم شما را زیادتر میشناسند افتخار میکنند که سراینده دوست داشتهشان باز همین هنرها رو هم دارد. کارم بسیار بی خانه داره. یک لحظه نشان دهید چون ساختگاری نشود. بیننده یوتیوب خیلی زیرک و دانشمند و هوشیار است. زیاد غیرون میشود این خیلی غیرون میشه این سبب ویران شدنش در چیه؟ سبب بسیار کار فرمان گرم میشه شما میمون هستید که کاری ما بسیاره نه امروز بکار بودم چیزایی که ویران رو جمع کردیم امروز ساز میکنیم خیلیش میمون حتی خدا میگه بعد میکنم کار هر روز هست. باز چی کار هست در خونه شما؟ ما امروز آشی بریده میکنم آشی بریده برای شما میمونم. تشکر. مرحمت میذاریم. خوش اومدین. سلامت باشید. بیننده‌های عزیز اینی ما یک هنری بانو گلدانه علیارزاده رو میبینیم و میبینیم که چگونه آشی بریده آماده میکنند. از میان کارهای خانه کدامش به شما پسند نیست؟ خیلی کارها کدامش پسند نمیشه. بعضی‌ها همین جامه‌شویی رو دوست نمی‌دارن، روختن و شستن رو دوست نمی‌دارن، فقط با پخت و پز دلبستگی دارن. بعضی‌های دیگر با رقص. با شما چی؟ میگم ای آدمی بیکار خدا هم بیزار.
کار باشد در سلامتی انسان فایده آوره. کار میکنی خیلی زنیم و هرچند که آوازخان و فیزکی هم باشیم کار بود خانه قطعیم. مردم خیال میکنه که کار خانه یاری هم کس دیگه میکنن. من اون کس دیگه محکوم نیست کار اون کس کنم. اون کس کار میکنه و ایموش بیزاره میشم عصبی میشم و خودم کار میکنم پیشتر. در چند سالگی همین پختنی خوراک‌های ملی رو کردیم؟ از که مختلفه؟ این مادرم بهترین. فکر میکنم که عینی حال بیننده های عزیزی برنامه ما میخواهند شما یک سرود روز همزمان کنید. برای که نمی زولبری کار میکنیم کارهای مادرم دارید میزنم. این خیلی کارهای مادر هر یک زن است به خاطر مادران یک سرود مادر میخوام. مرحمت. ندارم من خبر از مادری پیر، دو پای بسته دارم به زنجیر. از این دوری من هر روز و هر روز برای مادرم دلگیر و دلگیر. از این دوری من هر روز و هر روز برای مادرم دلگیر و دلگیر. از میان خوراک ها کدامش بیشتر به شما پسند است؟ برای ما همه خوراک‌ها پسند است. باید هر یک خوراک‌ها یک روزه یک بستان بودیم. بعضی خوراک های دوست داشته دارن. من خوراک دوست داشتم را بگم ممکن آدم یک فکر دیگه کنم که مقصد خوراک آسان است نمیتونم دیگه خوراک خورده و این خاطر من هم کارتشکه بریان دوست میدارم خلاص. اکثریت مردم دوست میدارن کارتشکه بریان رو. 5 ساله نبریدم راست دیگه. اول بسیار میبریدم. نازی 5 ساله نبریدم. این خیلی بود گفته که در پیش بینندگان یکی بریدن نتونم گفتم که خیلیت بود. پیش 5 سال بودم از سستر بریدم. فراموش نکردید در این 5 سال؟ فراموش نکردم. تمام. باور کنید شاید اکثریت بیننده های ما گمان ببرند که این ساخته است ولی خود شاید هستید که ساخته نبود. چگونه همین هنر رو آموختید؟ واقعا من باوری نداشتم که همین شما اسباب روزگار رو تعمیر کرده میتوانید. بریدن زباله هم خیلی خوب بود. بله خیلی زندگی است. دیگه تعمیری اسباب های روزگار هم میبری اوقات های ملی خیلی زن هستیم. آدم ما رو ببینن که مقصد سراینده ای دستش یکان هنر نمیوید خطا میکنن. بیننده ها فکر میکنن که سراینده ها بسیار سرپول هستند و شاید یگان اسباب روزگارشان تعمیر طلب شد دیگر آن را استفاده نمیبرند و پرتابگاه میپردازند. خیلی این طوره میشود. اگه چیزی نو بیان شد یک بار دو بار که ساز میکنی که ساز نشید بعد میپردازی. خیلی حالی چیزی پیلته بود اونش باید پیلته خانه گرم کنی بود باید شلوکه بود تعمیر میشود. تعمیر نشد بخدا میدونم استایی. بسیار خوب. این خوب است که شما تعمیر میکنید. یعنی از این معلوم میشود که شما یک زنی سرشته کار هستید در زندگی. بیننده های عزیز این هاش بریده رو میدوزیم در دیگ. بیننده های عزیز این صحیفه نوبتی برنامه ما است که کیبورد و کیباخت نام دارد. اینجا کارگردان برنامه خامون رو حساب میکنند. شما پیش از اون یک سوال رو از اینجا انتخاب میکنید. جواب ها یا نمیگید. اینجا سوال رو یکم مزمین نیست؟ نه یکم سوالی دشوار نیست. فقط روانشناسانه است که این بخش همین آماده میشود که ما خصلت شما رو با این بخش سنجیدنی میشویم که شما در حقیقت آرام طبیعت هستید یا غضبناک هستید. کمی برای شما تاثیر میکنه البته ولی یکم دشواری نداره. جواب نفسی شما چی است؟ ها یا نه؟
مرحمت میتونید یک سوال رو انتخاب کنید. خیر و سخاوت رو به خاطر خود نمایی میکنید؟ نه، برای خود نمایی نمیکنم. اکنون گروه ایجادی ما صاحب 3 خال شد. اگر که در این بخش برنامه شما مغلوب شده، میدونید چی گروه ایجادی ما شرطای خیلی وزین دارد. یا ماشین میخرید یا یکون دستگاه حاضر زمانی نو بردارید. البته غمگین شدید، من شوخی کردم. مرحمت جواب نوبتتون. جواب نوبتی نه. مرحمت انتخاب کنید. در توی شما رو به احترامی کردن 10 ساله در توی معرکه‌ها یگان آدم را به احترامی نکرده است. صاحب 3 خال شده. جواب نوبتیتون رو پیشنهاد کنید. در طرفخانه‌ای که فعالیت میکنید راست است که حق خدمت یک شبتان 1000 سومانی است. یعنی که در طرفخانه‌ای که شما سرود میخونید 1000 سومان در یک شب از اونجا درآمد میاد. نه، بی‌سری نیست. جواب شما این کاری است یا تصدیقی؟ مرحمت مرحمت انتخاب کنید. نخوانده بودم. وقتی غمگین میگردید رقص میکنید و علامتون رو با این نظیر بیرون میکنید. بگیرم تنها باشم هیچ کنم نه تلویزیون نه تلفن هیچ کنم باشم خب خاموشی را با خاموشی نمیدید رو میبرد رقص نمیکنید. یعنی جواب شما هر باز نمیکنید. باز گروه ایجادی ما صاحب 3 خال شد. مرحمت جواب نوبتی شما. مرحمت شما رو برای سراینده شدنتون بار آزار دادن؟ مثلا کیها؟ شاید یکان نفر مخلصتان باشد. شاید در توی‌ها وقتی شما سرود می‌سراید یکان مردی هست هر گپا میگوید یا خانواده خویش و تبا، شاید فرق ندارد که کی هست. من یگان بار در توی یکی در اون کنسرت خوانده باشم یا باز آزار داده باشم. نه آزار نداده است. خیلی با تلفن آزار میکنم. مرا زنگ میزنم که دیگه آفیسی نکن ترا من ایتا میکنم بگرم مقصد ترای باید میبرم انتری تهدید میکنم میترسم. از خویش تبارونتون یکان نفر آزار نداده است؟ نه یگان آزار نداده. مرحمت جواب نوبتی. نه. شما 3 بار ازدواج کرده اید؟ نه. اگر مخفی نباشد چند بار ازدواج کرده اید؟ 2 بار. مرحمت جواب نوبتی. باز هم نه. مرحمت سرود بخت اول به حیات خودتون داخل دارد؟ یعنی سرود شما داره با نام بخت اول است؟ نه. این به حیات خودتون داخل نداره؟ به حیات خودم که داخل داشته باشه رنگی من دخترها زنها بسیار است. مخصوص برای خود ایجاد نکرده اید و برای مخلصانتون باز هم در جواب خود استوار میستید. مرحمت جواب نوبتی. مرحمت معلومات یاری دارید؟ شما در کجا تحصیل کردید؟ صنعت دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان نام استاد میرزا ترسی بودن. در کدام اختصاص؟ ریسیوری. در نزدیکی خط نه کردید؟ من داخل شدم 15 بودم. بهترین. خب مرحبت باز هم صاحب 3 خال شده. جواب نوبتی شما. باز هم امروز به فکرم که ما معلوم میشه. شما انسانی بد هستید؟ گفتد من؟ شما جوابی ها گفتید. اینجا سوال آمده است که شما انسانی بد هستید؟ انسانی بد بودن خوب بودن داخل معلوم نیست. باید در آدمان معلوم باشه. در بینندگان معلوم باشه. من به اون که من انسانی خوبم با هرچه خوبم که باشم ممکن در نظر مردم گرده بودم. من میگه که چی باید خیلی سوده که رنگی و فیزور نمیده کرده و گپوی ادبی گرد زده نمیده کرده لستش کرده بگرد میگه من نمیتونم همین چیه. یعنی شما خاکسار هستید. در نظر خودم خاکسار نمیتونم. در نظر مردم میگه چی باید خیلی سوده. بر صورت شما باید یا اینکار کنید یا تاثیر چون شرط برنامه ما همین است. شرط برنامه شما هم باشه آخر نه ها آدم بعد گفتن نمیتونم و نیستم فقط مرا بیننده میتونم.
درست است ولیکن هر انسان میدونه که خود رو از همه زیادتر خود انسان میشناسد. مثلا بعضیا شخصا خودی من شاید گنده تو من در اصل میدونم که با کسی زیان و ضرر هم نمیرسد. یگان آدم بدی بخیلی ندارم. هم قشنگ میدونم که رای روز خدمت میرم بیام. با کسی کاردار نیستی. کاردار نیستم. حتی من هم میتونم بگویم چون یک مخلصتون بی‌غرضانه بگویم یک نفر بی‌غرض شما آدمی بد نیستید. خب این جواب رو باید انکار کنید. انکار میکنید؟ بله. خب در این سوال آخرین باز 3 خال گروه ایجادی ما گردید و انیوال کارگردان خالها رو جمع بست میکنند و سندش ما میرسونید و باز بیننده شما رو با حضوری میکند که شما چگونه انسان هستید. عینی حال از کارگردان برنامه خواهش میکنیم همان دفتری ثبت خالها رو بیارند و ما میبینیم که کی صاحب چند خال شد. مهمان برنامه ما صاحب 18 خال شده است و گروه ایجادی ما صاحب 9 خال. شما در این بخش برنامه ما غالب آمدید. ترس هراس بود میگفتید که من مغلوب میشم در این بخش؟ نه من فکر نکردم مغلوب میشم نمیشم این کاری ساختنم. شما یعنی نه من همین رو دیدگی نبودم. شما نمیدونید از این بخش برنامه آگاه نبودید ولی میگفتید که من شاید غالب شم یا مغلوب شم. ترس هراس نبود اما ماشین گفتگیم و نه یگان چی ترس هراس نداشتم. چون در اولی بخش برنامه من به شما گفته بودم هر کسی که غالب می آید باید از طرف مقابل چیزی درخواست کند. اجرای سرود ترانه است، اجرای یگان کاری دیگه است. شما غالب هستید، شما رو تبریک میکنیم. مرحمت از گروه ایجادی ما اجرای کاری رو یا خواهش داشته باشید پیشنهاد نمایید. یک سروده ندارم میخوام که گروه ایجادی شما کلیپ من رو ثبت کنید. بهترین بچه ها قبول میکنید؟ خب گروه ایجادی ما این خواهش شما رو با جان اجرا میکند. ما با شما همکاری میکنیم در ثبت کلیپ کمک میکنیم شاید در تولید یگان ترانه هم با شما کمک کنیم. مخلصان شما در زیر نوارهای شما زیاد سوال و درخواست‌ها پیشنهاد کردن و ما چند آنها رو اینجا گرد آوردیم و پیشنهادتان میکنیم. در زیر یک نوار شما نفری با نام صدای یوسف نوشته است که من یک برادرتان از شهر مسکو و من بسیار رقم‌های شما را کافی هستم نمی‌یابم. اگر شما خواهید من شما رو یادم میکنم برای ثبت کلیپ و ترانه‌هایتان. شما چی میگید؟ سلامت باشن من برادر عزیز ما نداریم و وطن برگردن پیش میکنیم. تشکر. سوال نوبتی رو میکنم. دیگر مخلصتان مینویسد که اپای گلدانه من یک بچه غریب توی دارم به پول خدمت میکردی خوب میشد. انتظار جواب شما یا؟ بله من چندین دیو را به پول خدمت کردم. شرایطش وزن باشن میریم هیچ گپ نیست. یعنی خواهش مخلصتون رو قبول میکنید به پول خدمت میکنید در پیشون. من چند مخلصون گفتن که به پول خدمت کنم من رد نکردم رفتم خدمت کردم یکی کمی باشه مبلغ دادم. یعنی در اول گفتن که بدون مبلغ خدمت کنید من ممکن سنجیده باشم مفتم با جای دیگه رفتم خدمت کردم شاید با کرای شما رو داده باشن به هر صورت مبلغ دادن بهترین است. نور محمد یولداشوف از بختر می نویسد که توی و مرکه ها در چند سومه زکه است طرفای ما. یعنی یک مخلصی دیگرتون گفته است که از شهر بختر هستم و طرفای ما حق خدمت شما چقدر ارزش داره؟ خیلی ای پیش گپ میزنم هر جا خیلی تخمینی گفته نمیتونید طرفای بختر شهر بختر چقدر است؟ 5000 سومانی. این 8 نفر مکو 5000 سومان منطقه نمیگیره. دوره هسته، تبلک هسته، برنده هسته، نوازنده هسته، ماشین، اپارات 8 نفری 5000 سومان. ارزشی از همه بالا است یا که مکسیمم میده؟ از همه ارزش بالا 5000 سومان است. طرفای سوق چی؟ طرفای سوق اینجا بسیار تبریک رفتم. خیلی وزید میدونیم که وزبین آدم آدم نخونده نمیتونم. چه خیلی که مرد باشم هم میرم. مهمش همین آدمی مرا که مخلصان حرمت کرده است
دعوت کرده است. مهمش همین برای پول نه. در جای دیگر نوشتن شوخی آمیز در یک برنامه گفته که شوهر مرا کسی دیگر صاحب شد، چرا من شوهر دیگر کس را نگیرم؟ و باز در برنامه صدای آشنا میگه در دوزخ بودن و زنی دویم شدن برای من برابر است. باز یک فکت دیگر در برنامه ژورنالیست سوال داده است که مبادا پس از یک ماه باز با لباس منبرانه هنرنمایی نکنید. شما گفتید نه، من دیگر با لباس محکم سرود میکنم، ولی پس از مدتی با همان استیل لباس پوشیدتان برآمد نموده. یعنی شما آدم درویه هستید. در این گفتگویتان چی میگید؟ پاسخ شما را انتظار میگید؟ مخلصتون. نه، در حقیقت راست گفته است مخلصم. من لباسم را آتش زدم. لباس به یک آدم دخل داشت، برای همون آتش زدم. یعنی چگونه دخل داشت؟ لباس را همون کس توفه کرده بود، در روی مکشی مینت کرد، یعنی یک لباس را به شما توفه کرد؟ همین تریاد نیست که همچون بیگانه، همچون مخلص، همچون بیگانه من را شما توفه کرد. من به خاطر همون سوزاندم. یعنی شما چگونه فهمیدید که آن مخلصتان، همون نفری که به شما لباس توفه کرد، باز همچون مخلصتان شما رو همان نفر پس در کامنتاری در روی هم گفت زد. یعنی گفت که من این لباس رو توفه کردم، باز خودم در کامنتاری همین گونه نویستم. نه، همین نویستم شما خودم بیفتم. یعنی چگونه سوجو کردید؟ من نصف قطع در آمدم، گفتی همین آدم اینترنیست و من خاموش شدم. به خاطر همون کس زدم دیگه من آن لباس های منبره هم نمیپوشم، لباس های محکم، ولی یکان سخت در لباسی پول نپوشیدم. من گفتم که لباس هایی که آستینش نیست، گردنش میتابد، همین لباس ها را نمیپوشم. باز هم در اول دست که در برای زنگیری، زنی دویم شدن در یک جفت شوخی آمیز در این سوال آمده است، در جای دیگر گفته که برابر دوزخ است. بله، زن دویم خیلی نمیخواهم. زن دویم چقدر عذاب، یعنی آدم عمرش کوتاه است، خودش نمیدونه چند قدر عمر داره و عمر کوتاه خودم را عذاب نمیده. یعنی شاید بعضی نفران از مجبوری زن دویم میشوند، شما مجبور نیستید، نیاز ندارید برای زن دویم شدن، چون خانه و در دارید، ماشین دارید. من زنی ولی میدونیم که من شرایط نمیدونیم، به خاطر پدر مادرم که قطعه خانه زندگی میکنم، بچم کابل شده است، من زن دویم شدن میتونم، نه زن یک. نیاز به شوهر کردن نیست. شوهر کنم خونش میبرم، پدر مادرم وقتی بچم که نیبا میگیره. اگر خونش نرم، خانه من بیه، پدر مادر مثل بچم مثل برای من شرمگین خدمت آزاد حس کردن نمیتونم، برای همین شرایطی شوهر کردن ندارم. از این سوال نرنجیدید؟ میگد که شما درویه هستید، گفتن که سوال رو دست مخلصتان. از سوال برای چی برنجم؟ مخلص من نمید است که من لباسی بر حقیقتی صحنم برآمده باشم، نمیرنجم. یه از پیش خود سوال داده ولی من کلیپ نکردم. من در همون برنامه یگان جشن گفته نیستم که من صنعت تر کردم، من مقصد لباسی مخلص. من فقط گفتم که سرودهای چه بگم؟ سرودهای ما در وطن تاجیکستان، سرودهای غربی وابسته به موضوع روز سرود می‌سرید بکنید؟ ولی من نگفتم که صنعت ترک میگم، با مرور زمان گفتم. با مرور زمان همه چه این نصیبه، برای یک سال پس بس کنم، برای 10 سال پس بس کنم. بسیار برنامه تاثیرناک بود، حتی خودی من هم باور کرده بودم که دیگر شما برآمد نمیکنید. در همون برنامه حتی شما با روزنامه‌نگار سلام نکردید. تاثیرناک بود. حتی دوستای من وقتی همین برنامه رو تماشا میکردیم از اینترنت گفتن این ساخته است، من گفتم که نه، ساخته نیست. ساخته نیست. سلام نکردن من و زن هر یک آدم قد سلام نکنه. ما هرچند که سراینده هم که باشیم، هر آدم قد سلام نمیکنم، بد است. این سلام نکردن من ساخته نبود. اما هر یک انسان، زن، دختر، او صنعتکار است، خانه‌شین است، کارگر است، کسی نیست که بود سلام کردن ممنوع از نگاه شما. ولی در برنامه صدای آشنا با همان راوی چند بار
салом карде ё ки чӣ мегӯян чапак мезана ҳамин гуна шояд ҳаминро дида бинанда ин саволро пеш мекард. дӯсти ман аст, ман коргарро дар як ҷо кор мекунам, мешинам, мехизам, он дигар салом аст. Саломе ки беайберан меоянд, мақсад намешиносӣ, надонӣ чӣ салом мегӯӣ. Ӯ баранда 2 солчӣ надида чӣ салом мегӯяд. Як дӯсти худро шумо 5-6 сол кати дӯстӣ кунед, баъд 1 сол 2 сол набинед, дигар салом намекунед. Салом гӯян ман аст ки яъне шумо биёед росташро бигӯем, он суханҳое ки шумо дар он ҷо гуфтед бисёр таъсирнок буд, бисёр ҷолиб буд. Ба шумо ёд дода буданд ҳамон роҳи барнома? хай 50% ёд додам. Чӣ бугӯ? акнун худи боно кориш кардид, баъзе суханҳоро ёд овардана. Офарин аст, ин журналистика жанрҳои баъди ҳамин чиро талаб мекунад. Ба ҳар сурат он барнома муваффақ шуд. Боз ҳам саволи навбатиро мехонам. Як шахси дигар мегӯяд садоятон хуб аст, оҳангҳоятон хурам аст, вале аксар матни сурудҳоятон бемантиқу ғайрикасбист. Бигӯед, дар тавлиди сурудҳоятон бо ки ҳамкорӣ мекунед? Ман зиёд шоиро қатӣ шоиро аранҷировчику ҳофизо қатӣ бисёр ҳамкорӣ дорам. Бисёр аранҷиш гирифтам, бисёр ба Зайнаб, баъд Раҳмия Аюбӣ, хай бисёр шоиро қатӣ, оҳангсоро қатӣ. Худатон ҳам менависед шеър мисли баъзеҳо? менависам худам. шеър ҳам менависед? шеърам менависам. вақте хобам хоб нимкора хезам ки яки даёдум меяд. ягон шеър эҷод мешавад. Тишона мекушам, ҳамазуре ки чашкабута ки ҳам либоси ҳама ҷош ҳуи пӯшидагим ку ту аз мани чашкабута ки мани ҳамро хондагим ҳамо шеър оҳанг эҷоди хидмат. зиёдан дар маҷмӯъ чанд шеър навиштагӣ ҳастед? ман 4 та суруд аз худам навистагӣ, оҳангчон аз худам, аранҷировка Илҳом Муродов, Алимин Давлат, Нуриддин Собир. як лаҳза аз ҳамон шеъратон хонда метавонед? ҳамон шеъре ки худатон навиштаед, шояд бе оҳанг мехонед, шояд бо оҳанг. ای بچه خسته نشه به دلم پیوسته شه همین سروده تو 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 از منی چشکا بوده کی منی لا 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 یاری ممیشی والا همین سروده خیلی ягон нафар аз нигоҳ ягон шоир гузашт шеъратонро؟ نی از نگذارم شوی نگذارم خودم به محفوظی بایگردم یکم کمیداره بد نداره чашкабутак ба ягон нафар дахл дорад? بله دخل داشت برای خودم یک الهام من نیست дар фикри ҳамон нафар хоб рафтеду ҳамон шеър эҷод шуд. Шурик Ҳалимхон гуфтааст ки апаҷони азиз, ман ҳам ба санъат завқ дорам, аммо касе дастгирӣ накард. Мехоҳам ҳамчун баробар маро дар балатон гиред. Ҳамин нафар ҳатто илтимосам кардааст дар ҳамон комментаре, чандин комментаре борҳо навиштааст ки апаҷон, ман шуморо дӯст медорам, ман шуморо эҳтиром мекунам, санъататонро қадр мекунам. ҳамин гуна суханҳои хуб дар бораи шумо навиштааст. تشکر زیاد برادر عزیز. من میخوام که شاگرد داشته باشم. من علاقه مردم میگن که آوازت خسته است، آوازت بیزیب است، خودت بیزیبی. چیزی هست نیستم، آفریدهای خداوند در دست مردم میشتم. مرا چی رقم تو میدونم، مقصد حسن من، جمال من، رفتار من. همین آوازی خسته هم قطعی 4 تا شاگرد تیار کرده. انیسه سعیدزاد اوزی در مسکو قرار دارد، الان در طرف خانه کار میکند. این شاگرد من است. باز تخمینه بانو شاگرد دارم تیار کردم، باز زرینه بانو 3 تا دخترک تیار کردم شاگرد، با یک بچک حیوان تیار کردم. میخوام که شاگرد داشته باشم. کدوم میخواهد همین دست اومدگی کمک میکنم. یک روز نه یک روز میگن که من شاگرد گلدانه هستم. در صنعت رقابت خیلی زیاد است که حتی چشم دیدن ندارم بعضی صنعتکاران نفر دیگر رو حتی نمیخوام پیشروی کنم، شاگرد قبول نمیکنم بعضی. نه، من فخر میکنم که شاگرد داشته باشم. با مرور زمان صنعت تر میکنم، به این خاطر شاگردان رو برورم.
در صحنه. استاد شما کی است؟ استاد من از ناحیه عبدالرحمن جامی سرود احمد زهیره میخوند، دختر مراد اودینه. من تجارتکار بودم، یک وقت در مگزین سودا میکردم، اومد که دولت جان بیا من تا یک آفیزه کنم. من گفتم که نه من آفیزه شدن نمیتونم. اون وقت آواز من باری فلسفه میخواندم. معلم سرود موسیقی بود عبدالرحمن جامی. من گفتم که من خواندم تو یک سرودی منیجر بخوان بیا لبی آبردیم. بعد من زمزمه کردم گفتیم میشه. من گفتم نمیشم، من با پیشم من خواندن نمیتونم سرود. و من بودم یک سرود نوشتم، سرگذشت من نوشتم که سرگذشت چی؟ سرگذشت من قطعی سرود دختر دیپرک بیهودی هم را خواندم، تلویزیون خطلان نشر شد. هم زنگ زدم بیا بخون ویکو. من رفتم به فرهنگ عبدالرحمن جامی داخل شدم برای سرایندگی. همکاری کردم. بعد گفتن که باید این صنعت خوانی بعد سراینده شوید. اینجا باز سوال دیگر است، میگه که پسرتون بسیار سرودی پدران خوب سرایده است. او چند ساله است؟ مثل یک آدم کلانسال این درد رو بیان نموده است. بگویید با پدرش ارتباطی دارد؟ پدرش را ولی ندیده است، یگان بار ندیده، هم صحبت نشده است. چند سال است پسرتون؟ پسرم 14 ساله. 2006 کودک یتیم دانا میشه، میبیند که هر کودک ها قد پدرشان میگردد و میبیند کودک بسیار غمگین میشه. در چند سالگی جدا شده بودین از پدرش؟ شما بهترین مادر هستید، بهترین پدر هستید برای فرزند. حتی نفرانی هستند، حتی پدرانی هستند که این ناز و نعمت آن شرایطی که شما برای فرزند خود مهیا کردید، حتی دیگران نمیتوانند که این شرایط مهیا بکنند برای فرزند خود. شما غمگین نشوید. جواب چند مرد رو، جواب چند پدر رو به فرزندتان داده؟ اینقدر پسری شما رو ما ندیدیم، از بیرون خانه شما رو ندیدیم، زنگ زدیم، تلفنتون رو نبرداشته. پسرتون بسیار با آداب است، بسیار پسری دانا است. پسرم 4 ماه بود پدر ترک کرد. میگه که مادر جان تو یک سرود خونده، میگه برادر و دودر ندارم که بگیره خبرم. بعد من چی سرود خونم؟ من میگه که برادر و دودر اپا و خواهر ندارم بگیره خبرم. مادر نمیشه. یعنی که میخواد که شما فرزند دیگر هم داشته باشید، همینطور یعنی راضی است اگر شما ازدواج کنید؟ مرا چند بود که چیزون مگه خواهرچه دودرچه بایکم افتاد. من گفتم که هم خواهرچه هم دودرچه هم چه هستید. یک سال میشه 3 بانه که بچه یکون شوهر کو. سوال نوبتی هم به همان سوال نزدیکی دارد. میگه که شما گفتید که از دست دادن وقت مرا سراینده در یک برنامه گفتید، شاید همون رو در نظر دارد که باعث اویله ویرانیتون گردید و در چند سالگی نخستین بار اویله ویران شدید؟ بچه‌م 2006 4 ماه بود اویله ویران شدم. خیلی تقدیر نصیب مرا امروز جدا نکرد. سببکار یعنی اویله ویرانیتون معلوم نبود؟ سبب خیلی. چرا میترسید؟ نه نمیترسم، خیلی نصیب در هر قسمت. برای پشتگیری اویله ها بعضی خوشتامند ها گناه دارند. بعضا نه خوشتامند گناهکار نیست. انسانی خوب بودن خوشتامندتون دستگیری میکردن. شاید شوهرتون نفر دیگر رو یافت و رفت. نه شوهر. همین شما رو برای اویله دار شدن کسی مجبور کرده بود یا با محبت ازدواج کردن؟ با محبت ازدواج کردم. یعنی دوست داشته ازدواج کردن؟ تلاش کردید برای پایدارمانی اویله‌تون، برای استواری اویله‌تون؟ بسیار تلاش کردم، خیلی تقدیر نصیب همین بوده است. و اینقدر غلغو، اینقدر صنعت، اینقدر بین مردم، اینقدر آزادانه پشت سر شد. یعنی شما برای سوزش قلبتون صنعت رو انتخاب کردید؟ کی وقت خود رو بر نمی‌دارم، وقت خود رو دوست می‌دارم. برای آبادی زندگی مرا میخوان زن یک مرد شوم. مرا اویلم
فرزندان گفته سخن کنم. در حیات وجود دارد. پس برای چی با فرزندش نه با شما بلکه با فرزندش رابطه زن گیری بودنش زنش اجازه نمیده. بعضی اولوی هستن فرزندان خود رو با دستگیری میکنن سراغ میکنن. سراغ نکرده بخشید. تماما سراغ نکرده. تماما سراغ کردگی نیست. این 14 سالشی ندیده سراغ نکرده. هم 4 ماه بودم میشدم این مسئله اومد. نگفتم بچه کردم مقصد بچه دار شدم این مسئله اومد. توفا میورم که این مسئله برای من یکم چی نیاده کنید برای فرزند خودش یک مایکه آورده کبوتری بریجه سبز و کبوتر که مقصد فرم کرده آورده در همجا من دیلی مونده. یعنی سبز و کبوتر رمزی نه مقصد فرمچه را چی میگن؟ یک رنگ باید بیارم. فرمچه کمپلیت یک کمپلیت ده بچه من قدر نکرد در همجا فهمید با همه فرق شده بود کهنه بود اید کدام مصر یافتگی بود آوردگی بود زمکش کندگی بود اید کدام مصر بود که نه برای خوشتمان بود همین فرمچه را دیدم تمام همین دنیا اومد دور در میچکش زیق شده. وقتی حامله دارید هم جو داشته بود نه؟ من 2 ماه زندگی کردم قدرش مسکوارا زن دادم که من اونجا دارم گفت که بودا که بگی پرتو اگر بودا که نگیری نه پرتوی بود 3 طلاق بعد زن داد که بودا که بگی پرتو بود من گفتم که من اوی به فرزندیم خونم بیرون شید من باید برای خودم فرزند به دنیا بیارم گفت که 3 طلاقی اگر هم باید به دنیا بیاریم فرزندتون از ازدواج دوم بود؟ از یکمش برای چی داشتم؟ یکمش 4 سال 5 سال زندگی کردم فرزنددار نشدم. اگر که شما رو نمیخواست برای چی با شما ازدواج کردید؟ خیلی یاش بودم مقصد برای زر زیبا مگزین داشتم دندونم تیلا گردنم تیلا با دختر بودیم؟ با دختر بودم گرفته بعد نفهمیدم که بخیل کردم آنها دوست ندارم برای چیزی بود. در یک برنامه میگوید با 3 نفر ماشین خریدم برای چی و با کی ماشین خریده؟ برای همون اولین ماشینی که خریدیم برای پدر بهروز بود نمیدونم؟ همینطوره بعد 2 نفر دیگرش که بود؟ بیا همین سوال نتی با شما هم همین سوال ها مخلصانتون پیشنهاد میکنن SMS ها هست؟ بله بسیار SMS ها هسته اینجا در یک بچه به نام اهل دین یک بچه به نام اهل دین گفته است که من 24 سال دارم ما در اویلت 3 پسریم پدرم نیست میخوام که با تو ازدواج کنم مدام ماشین نخر یکون چیز تو لازم نیست ما قطعی ازدواج میکنم راضی هستین؟ گفته فقط من نه ماشین میخرم نه شوهر میکنم در وقتش ماشین خریدم اون وقت دیگه وقت بود من تجارت کار بودم مقصد سندار بودم خریدم اون وقت جوانی بود خریدم گذاشتم روزی نه قوتی ماشین خریدارم و نه شکر گلدونا جان همچه فرزندم همچه خواهرم اگر گپ‌هایتون راست باشه پدرم رو نگاه میکنم مادرم رو نگاه میکنم پدرم پسر نداره من در عائله هم دختر هستم و هم پسر هستم اگر همین گپت راست باشه میخواهم پدرت رو با طریق تلویزیون یوتیوب یکم برنامه شما اوزخانه برنامه داریم کلیپ داریم میخواهم پدرت رو یک مدت نشون میدادیم یعنی مخلصتون درخواست کرده است که وقتی باور میکنم و این گفته شما که در نواد پدر شما رو ببینم همین پدر شما در کجا هست اینی ها؟ خانه نگری در مهمش گفته است که پدر مادر تا نگاه کنو گفت مردم رو گوش نکن یعنی امروز بیننده خیلی ذکی است دانشمند است و برای هر سخن فکت میخواهد و با دیدن نوار بعدا باور میکنند به شما یک
خصوصیتی برنامه ما یک ویژگی برنامه ما همین است که وقتی در خانه میگیم باید یگان نزدیکانی همان ستوره همان معماری برنامه یگان خیش و تبارش باشد یا که پیوندانش باید در نوار شرکت ورزد. خوشبختانه امروز برای ما میسر شد که این خصوصیتی برنامه خود را این ویژگی برنامه خود را برای مخلصان و بیننده های خود پیشنهاد سازیم. هر لباس جای خودش را دارد. خانه هم بس آتش نزدم، خانه هم بس نسوزاندم، هم بس قرضدار نیستم، دموکرات هر چی دلم خواست همون را میکنم. در دایره قانون، در دایره آداب و اخلاق البته بهترین شما که در 4 فیلم نقش آفری کردم یکان جای خنده‌آور داشت که برای بیننده نقل بکنید؟ نه وای فقط برای زندگی بود. مسئله های پرادیماوی رو در بر می‌گیرید؟ زندگی بود. دو دختر دهات بازی کرده بودم. بچه‌ای که من دوست می‌دارم مرا پرتاب در هم کینا پشت دختر شهری را گرفت. در کینا بود. من به نهبارم آوره ایش من دارد کینا 4 تا بازی کردم. بعد از برای برنامه‌ای که آیلتی جیده کردم لباسم را آتش دادم. از یک پریکولی نو ایجاد کردن مردم یا خودتون؟ مردم من ایجاد نکردم. ما که آتش دادم گذشت رفت. ولی بجای در کارخانه و در سالن در یک جای دوزن در دیدم کجایی نباشه مشروب کرده کجایی نباشه فرق نکنه. این مدتش که مبارک شد طفلی های اینا دیگه شد آتش داد یکی مبارک شد کخته اینا بوشه آتش زدی یعنی گفت بین مردم ده 5 ده از روی همون نوار شما 5 ده؟ بله میگه که یکم رفتی استبوشی میگه که کدومی کار داشته بودیم فلانی هم ندارم این لباسای مبارک شد بوشه آتش زدی میگه. زنده بودن پدر و مادر سایه آنها یک دولت بزرگ است، یک ثروت بی‌بها و سرمایه گران ارزش است. زیرا پدر و مادر به هر انسان قوت میبخشند، نیرو میبخشند به انسان برای زندگی کردن، برای فعالیت کردن. شما خوشبخت هستید که پدرتان مادرتان امروز همراهتان هستند. اصلا به شما همچون یک فرزندی با مسئولیت همچون فرزندی فرزانه پدر و مادر خود را نگاهبین میکنید. در خانه پیرانسالان هستن نفرانی که چندین پسر دارند. سلمان باشه هر وقتی که کوچه یکی یکم جدا میرم نام پدر یکی سرودی پدر یکی پدر رو راه میبینم من طاقت کردن نمیتونم شنیدن تا دیدن برای که پدری من 23 سالشی در بیستر خواه محتاجی من است مقصد من نگاهی میکنم پدرم رو میبینم نمیتونم برای پدرم. از اون همه مخلصان به شما یک سپاسی خواسته بیان میکنیم. با وجود سرکار بودنتون با وجود آنکه تشویش‌های زیاد داشتید دعوت ما رو پذیرفتید از شما می‌ندار هستیم. دوستان عزیز این نشر دومی برنامه در خانه از خانه گلدانه علیارزاده سراینده محبوب شناخته تاجیک به انجام میرسد. ما رو دستگیری کنید. برنامه‌های جالب در پیش است. باور دارم دوستان عزیز مثل برنامه قبلی گذاشتن لایک رو فراموش نمی‌کنید. سخن‌های زیبا می‌نویسید و این به ما قوت نو می‌بخشد که باز هم فعالیت خود رو رشد بدهیم. برنامه‌های جالب برایتان تقدیم سازیم.